علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، سوال گرامی، در اینجا سوال کردید عالمترین انسان از زنها چه کسی است؟ البته سوال کننده گرامی هر کسی این جواب را میشنود و الحمدلله اهل علم، اهل تحقیق بیان کردند که عالمترین زنهای این امت چه کسی است؟ فقیه ترین زنهای این امت، عالمترین زنهای این امت عایشه رضی الله عنها می باشد. عایشه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه. فاما عالمترین زنها على الاطلاق و الاطراق این عایشه می باشد رضی الله عنها. چگونه که امام ذهبی رحمه الله در سیر اعلام النبلا آورده است که می‌فرماید لو جمع علم عائشه الى علم جميع النساء لكان علم عائشه افضل. پس می‌فرماید رحمه الله، هر آینه میگه اگر علم عایشه رضی الله عنها جمع آوری کرده شود در مقابل علم جمیع زنها، در مقابل علم همه زنها، لکن علم عایشه افضل. پس میگه به درسته که علم عایشه افضل تر است، یعنی علم عایشه بیشتر است در مقابل علم همه زنها. علم عایشه رضی الله عنها از علم جمیع زنهای امت یعنی که چی بیشتر است، افضل تر است، آن علمی که الله سبحانه و تعالی برای عایشه داده بود. و همچنین حافظ ابن حجر است رحمه الله در تقریب تهذیب آورده است که می‌فرماید افقه النساء، میگه در شأن عایشه رضی الله عنها می‌فرماید که افقه النساء میگه علی الاطلاق، فقیه ترین زنهای این امت میگه بر اطلاق عایشه رضی الله عنها میباشد. فاما عایشه رضی الله عنها عایشه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که بیشتر حدیثایی که جمع آوری کرده بود عایشه بود رضی الله عنها. البته یعنی که قبل از عایشه ابو هریره، یعنی قصد من از زنها بیشترین یعنی که زیادترین حدیثایی که چند هزار حدیثی که جمع آوری کرده بود این عایشه بود رضی الله عنها. این است جواب اختصارا و بارک الله فیکم.